درود دوستان قشنگم. در مورد همین مستند این که زمین تخته و دولت ها میدونن و فقط به شما دروغ میگن، این مستند رو براتون تهیه کردم که ایالات متحده و دولت اون موقع شوروی به بهانه جنگ سرد موشک ها و کلاهک های اتمی رو آزمایش میکردن و مرتب به گنبد شلیک میکردن، گنبد بالای سرمون، که بتونن بفهمن، درک کنن که آیا میشه از گنبد رد شد یا نه. و این مستند بسیار بسیار ارزشمنده. خیلی هم براتون زحمت کشیدم. امیدوارم لذت ببرین و به آگاهی برسید و گوش کنین به صحبت‌های دریادار اینجا که چی میگن. The Secretary of Defense, with Atomic Energy Commission concurrence, directed the activation of Joint Task Force 8 to prepare for a nuclear test series in the Pacific. This series, if conducted, was to be known as Operation Dominic. By early April, the large military AEC Joint Task Force had been organized, manned, and had achieved operational readiness at its forward locations in the Pacific. On the 25th of April, 2 days after receipt of presidential directive to proceed with testing, the first airdrop of the series was made, just off Christmas Island. اولین چیزی که براشون سوال بود اینه که اگر ما توی یه گنبد هستیم، این گنبد چقدر بلنده، و شروع کردن به زدن موشک‌های بسیار پربرد و تا جایی که میتونستن موشک زدن. و اینجا هم شما اگر توی اینترنت، اگر دسترسی به اینترنت دارین، تقاضا میکنم برین توی اینترنت لغت دامنیک رو سرچ کنین.
DOMINIC که یه اسمی از لاتین هست، دومینیکاس، یعنی از خدا، مال خدا. و بعد فیشبول هم که اسم عملیات بعدیشون هستش، یعنی تنگ ماهی. و مثل اینکه اینا خودشون هم خب میدونن دیگه زمین تخت بوده و خیلی مسخره این اسم این عملیات رو دوتاشو گذاشتن عملیات تنگ شیشه‌ای خدا. منظورشون همون گنبد هستش. و اگر خوب دقت بکنیم در دست راست همین عکس کوچیک می‌بینید اون انفجار نوشته دامینیک چاما. قشنگ این جمله کلمه چاما رو در نظر بگیرین، یادتون بمونه. بعد اینجا تو این پاراگراف تو ویکی‌پدیا اینو ما سرچ کردیم، اینجا رو نگاه بکنین، هایلایت کرده Operation Fishbowl. پس این وقتی دولت آمریکا فکر کرد اسلحه‌های بسیار، موشک‌های بسیار قوی درست کرده و در زمان جنگ سرد از جنگ سرد استفاده می‌کردن برای اینکه تستای موشک‌های طولانی، برد طولانی امتحان کنن و بتونن این گنبد رو سوراخ کنن. خود دولت و تمام شرکت‌های جاسوسیشون، نهادهای دولتی میدونن زمین تخته و حتی این آزمایش‌ها رو میکردن برای اینکه بدونن میتونن آیا از این گنبد رد بشن یا نه. و برای همین بود که اینا اسم این آزمایش و عملیات ها را عملیات فیشبول گذاشته بودن. و خیلی جالب بود وقتی این موشک ها شلیک میشد و به گنبد میخورد، منفجر میشد، نورش منعکس میشد و از تقریبا همه جای دنیا میشد دیدش. دلیلش این بود که این انعکاس نور به گنبد میخورد و مثل آینه پخش میشد. چرا اینا میخوان این موشک‌ها رو بزنن و اسمش هم بذارن عملیات تنگ شیشه خدا؟ دلیل داره، اینا که نمیخوان پول همه هزینه بکنن موشک بفرستن فقط در آسمان منفجر بشه. برای چی این کارو میکنن؟ خب یه ذره فکر کنین. و در اسمش اصلی این عملیات هم دامینیک چاما بود که گفتم دامینیک به معنی ایتالیایی رومانش مال یعنی جنس خدا و چاما یعنی یه چیز سپر. پس اینا خوب میدونستن این یعنی عملیات سوراخ کردن سپر خدا، همون گنبد خدا. و اینا چیزایی هستش که مثل پازله و همه میدونن در آمریکا. در این عملیات چند نوع تست انجام شد. یه نوع از این تستایی که انجام دادن با موشک‌های long range missile، من واژه فارسیش یادم نیست، یعنی برد طولانی داشته باشه، با موشک‌های تور و اینا رو با کلاهک‌های هسته‌ای آماده کردن. بعد یه سری هواپیما هم فرستادن از فاصله‌های مطمئن که ارتعاشات هسته‌ای و به بهانه در نظر گرفتن ارتعاشات هسته‌ای، ولی در اصل اینا دوربین و تلسکوپ اینا داشتن، می‌خواستن ببینن آیا میتونن سوراخ بکنن و اگه سوراخ کردن چه اتفاقی میفته. و در دریا و اینا هم کلی قایق گذاشته بودن، انواع هلیکوپتر هم بود که اگر موشک‌ها خوردن زمین و کلاهک‌های اتمیش اینا رو زود جمع کنن که مثلا به جایی صدمه نظره. انواع آنتن‌های مخابراتی در جزایری در نزدیکی‌های کریسمس آیلند که خیلی نزدیکتر به استرالیا میشه گذاشته بودن که تمام این مخابرات بتونن با هم دیگه تماس بگیرن و موشک‌ها شلیک شد.
و وقتی که موشک‌ها رو شلیک کردن همه چیز رو اینا رصد میکردن، همه چیز رو ضبط کردن، همه فیلماشو داشتن و در 5 نقطه مختلف در دنیا این آزمایشات رو انجام میدادن و رصد میکردن. در این حال هم با هواپیماهای مختلف سیکیوریتی این کارمندا و این محققان رو داشتن که اگر اتفاقی بیفته به هر حال بتونن اینا رو به بیمارستان برسونن، چون به هر حال آزمایش اتمی بود. تمام این پدیده‌ای هم که چیز کردن ضبط کردن. البته اینا میگم به بهانه این که ما داریم موشکامون رو تست میکنیم، چون شوروی داره موشک تست میکنه، ما هم باید بتونیم این توان رو داشته باشیم ببینیم آیا مخابراتمون از بین میره نمیره. این تستا رو چیز کرده بودن. بعد حتی با بالون، همون ماهواره‌های الانمون، انواع اقسام دوربین هم فرستاده بودن بالا که نزدیکتر باشه و صدا و تصویر انفجار رو براشون بگیره و فیلمشو ببینن چه اتفاقاتی میفته وقتی این موشک‌ها به گنبد بخوره. در اون زمان اینا فکر میکردن یه دونه چیزایی مثل شفق‌های قطبی، نورایی مثل از انفجار این بمب‌ها در آسمان دیده بشه و هیچ موقع فکر نمی‌کردن اینقدر این انعکاس نور انفجار زیاد باشه که در کل تقریبا نصف بیشتر دنیا دیده شده بود اون زمان. شاید پدرها و پدر بزرگای ما یادشون باشه، مخصوصا اگر این خبرها اطلاع داشته باشن. بلوگیل اولین موشکی بود که در جانسون آیلند آماده شد و به فضا داده شد. دوستان من دارم براتون ترجمه همزمان میکنم که متوجه بشید دیگه. ببخشید اگه خیلی جالب ترجمه نمیکنم و کلمه کم میارم دیگه، من عذر میخوام. من اینجا بزرگ شدم، فارسیم به خوبی شما نیست ولی فارسی را پاس میدارم و صحبت میکنم. در 8 جولای ستارفیش پرایم یه موشکی به قول خودشون موفقیت آمیز رو فرستادن که کلاهک اتمی بود. در 400 کیلومتری میگن موشک منفجر میشه و این یعنی گنبد مثلا در 400 کیلومتری بوده. We don't know. در وسطای سپتامبر ادامه این عملیات انجام شد. چون میدونی عملیات چند ماه طول کشید از ترس اینکه تشعشعات خیلی باشه. یکی رو میزدن چند روز وای میستادن، یه ماه وای میستادن ببینن چی میشه، بعد بقیه رو میزدن. 4 تای دیگه هم داشتن که زدن. بلوگیل، تریپل پرایم، تایگرو و موشکایی که میگن اینا سکسسفول بوده، اینا همه منفجر شد در فضا و به گنبد خورد. اینجا میبینید دیگه. به قول خودشون میگن 4-5 تا موفق شد به گنبد خورد. حالا گاد نوز چند تای دیگه واقعا زده بودن. و این فیلم ها اون زمان با دوربینای اون زمان که دیجیتال نبوده، آنالوگ بوده. میگه خیلی طول میکشید این فیلم ها بررسی بشه و آنالوگ بودن. ما و یه با بیفی 57 گاز اتمی رو داشته اینجا سرچ میکرده ببینه این تشعشعات اندازه گیری بشه. 2 تا هواپیمای مخصوص که برای این آماده کرده بودن دوربینای های سپید روشون گذاشته بودن که این فایربالی که از انفجار چیز میکنه اندازه گیری بکنه و تمام دیتا را در خود هواپیما ضبط میکرد. همین هواپیما که داریم میبینین الان به زودی. و این آزمایش سرچ اند رسکیو و فوتوگرافیک بود کارش با این هواپیما. مخصوص برای این پروژه گذاشته بودن که اینا را هم